و ما میخواهیم در رابطه با نوروز بعضی نمایش‌هایی را که ترتیب دادیم میخواهیم را به نمایش بگذاریم و تمام جهان از فرهنگ‌های اصیلی که ما در شغنان داشتیم میخواهیم را به نمایش تمام جهان برسانیم که این فرهنگ‌ها از قدیم‌ها بودن و فعلا در حالت نابودی هستند. ما میخواهیم که تا دوباره یا تازه شوند که در رابطه با یکی از کلاه‌هایی که در زمانهای قدیم که تقریبا 50 سال میشه یا وقتا رواج بسیار زیاد داشتند که این کلاه‌ها البته از تار ابریشم دوخته میشه. خانم‌های شغنان در قدیما از امی استفاده میکردن. کالای اصیل شغنانی امی بود. پردبخ و کلچه فقط که هم فعلا بیخی از بین رفته. ما میخواهیم میره دوباره تازه کنیم و همچنان امسال تازه شده دخترها شروع کردن و امی کلچه فقط هم یا پیش میکنن و دم روزا به افتخار سال نو. بسیار کلچه فقط ها و بسیار پردبخ ها در شغنان رواج است و در هر طرف میبینی دختر خانم ها از این استفاده میکنن و کار سپورتی خود پیش میبرن.